برنده شاهجایزه از روی نامیناسی ادبیات کودکان و نوجوانان و آثار شفاهی کی می‌گردد؟ برنده شاهجایزه آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در سال 2025 از روی نامیناسی ادبیات کودکان و نوجوانان و آثار شفاهی خواننده صنف ده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 ناحیه مومن‌آباد تبسم گیاهخوان. مبارک باشد. آموزگار دنیا و شهنازه. باعث تاکید است که تبسم گیاهخوان اعضای محفل وطنپرور نزد کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد و از روی نامیناسی ادبیات کودکان و نوجوانان و آثار شفاهی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در سال 2025 برنده شاهجایزه آمد. مبارک باشد. برنده شاهجایزه آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در سال 2025 از نامیناسی ادبیات کلاسیکی تاجیک دانشجوی کورس 2 دانشگاه دولتی دمنره رحیمov نوشیروان. مبارک باشد. انوشیروان رحیمov دانشجوی دانشگاه دولتی دمنره برنده شاهجایزه آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در نامیناسی ادبیات کلاسیکی تاجیک در سال 2025 اعلام می‌گردد. برنده شاهجایزه آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در سال 2025 از نامیناسی ادبیات معاصر تاجیک خواننده صنف 4 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 ناحیه مسجد شریفه و امیده. مبارک باشد. شریف و امیده خواننده صنف 4 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 ناحیه مسجد برنده شاهجایزه آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در نامیناسی ادبیات معاصر تاجیک در سال 2025 اعلام می‌گردد. مبارک باشد. برنده شاهجایزه آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در سال 2025 از نامیناسی ادبیات جهان خواننده صنف 10 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 5 ناحیه رودکی از روی نامیناسی ادبیات جهان در سال 2025 در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است برنده شاهجایزه خواننده صنف 10 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 5 ناحیه رودکی
فریسا خالد و اعلام می‌گردد. آموزگاه فرهاد حکیمov. مبارک باشد.